و برپا داری 5 نماز را و زکات مال خیش را بپردازی و روزه ماه شریف رمضان را داری و نهایت طواف خانه خدا را انجام دهی، اگر قدرت توانایی بر انجام طواف خانه خدا داشته باشی. اینا ببینید در 5 کلمه اسلام براش توضیح داد. اسلام همی است. حالی سوال میکنن که اصول دین، بچهای عزیز، اصول دین ما همی است. اصول دین مبین اسلام ان همی است. مسلمانی مثال خانه ایدان که بنیادش بود بر 4 ارکان، همان 4 رکن کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. مسلمانی لا اله الا الله محمد رسول الله یک خانه است که این خانه در بالای 4 ستون ایستاده است.